سرپرستی برنامه صبح بخیر شروط امانتی قرضی خورد حکومت. دوستان عزیز، ادامه دارد برنامه صبح خیر و همچنین صحبتی ما با خورشید قربانشاه حقوق شناس و خورشید چون درباره نمون عمل تروریستی در روسیه رخ داده گفتیم و طبیعی است که مثلا مهاجران از اون قشر جامعه هستند که بیشتر گروه های افراطی استفاده میکنند از آنها، چون آنها دور از وطن، شاید این مهاجری اصلا خودش یک حالتی هست که بر روان آنها به تاثیر نیست و بیشتر از آنها استفاده میکنند. و من میخواستم که کمی درباره نمون حالت مهاجران و برخورد مهاجران با نمین این یا اون گونه عملهای تروریستی یا نمیدونم این یا اون گونه اطلاع و خبرها بگویم. بله، درست قید کردید و باید قید کنیم که مهاجرت و مهاجرت مهنتی یک روند معمولی در جهان امروزه است و تاجیکستان هم از این روند قفا نمانده است و ما یکی از دولت‌هایی که مهاجران بسیاری داریم و مهاجران این یک قشر آسیب‌پذیر جامعه میباشند، یعنی با آنها کار کردن آسان‌تر است و آنها رو مغزشویی کردن آسان‌تر است. یکمش این که بسیاری از مهاجران که میروند سواد حقوقی ندارند، یعنی ما شاهدی آن گشته ایستادیم. متاسفانه همین خیلی حالت‌ها هستند که مکتب رو تمام میکند، صنف 11 رو تمام میکند و همین خیلی از همونجا اتستاتش رو گرفته ایرپورت میرد و از ایرپورت به مهاجرت مهنتی. و در مهاجرت مهنتی بسیار سبب‌های دیگری میتوانند که بر این تاثیرگذار باشند، یعنی سبب‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. یعنی بعضی مهاجرانی هستند که در دولت‌های بیگانه ممکن بیکار میمونند، از این سبب‌ها اذیت میکشند و آنها یک تومه تیارند برای مغزشویی کردن و جلب کردن، یعنی برای اقتصادی اونها رو منفعت دار میکنن، میگویند که خیلی مثلا مبلغ معینی برای شما پیشنهاد میکنیم و شخصی که در آنجا کار نیافته ممکن در طول ماه‌ها بیکار ایستاده است. البته که این یک پیشنهاد جالب هم نباشد و الکی مجبور شده است که به همین کار دست زند. و باز بعضی مهاجرانی هستند که ما مهاجران سیاسی میگیم که ممکن با بعضی از عقیده‌های سیاسیشان با دولت و حکومت برخورد کردگی‌اند و الکی آنها از همینجا رفتگی‌اند، با آنها در آنجا نیز میتوانند که تومه تیار باشند. و من چند سال پیش اصلا همین ما حاضرش عین حالم همین مشکلات حل خود را نیافته است و من یک تحلیل گذرانده بودم و به همون عقیده بودم که همین در اصطلاح ابله هم میتواند یک عامل تاثیرگذار به رادیکالیزاسیا یا به سبب افراطی شدن جوانان گردند، چون که وقتی که آنها رو در اینجا بازوری یا قپیده برده یا برای دیگر کاربسانی میخوان جلب کنند و وقتی که آنها الکی یک حسی بدبینی در نهاد آنها نسبت مقامات دولتی، نسبت دولت و حکومت الکی بر آنجا میروند، آنها رو میتوانند که با راه بسیار هم آسان مغزشویی کنند، یعنی از همون حسیات بدبینی یا حسیات نفرت آور آنها که مثال وقتی که آنها با همین حادثه ها برخورد کردگی‌اند، آنها رو میتوانند از همین حسیات آنها استفاده برند و آنها رو رادیکالیزاسیا کنند. و بار دیگر تکرار میکنم که این موضوع هم به آموزش و تحلیل نیاز دارد، یعنی همین ابله و تاثیرگذاری هم بر رادیکالیزاسیا و جلب شدن جوانان به صف گروه های تروریستی و اکستریمیستی نیز آموخته شود. و دوم این که وقتی که آنها به مهاجرت میروند از ندانستنی ترتیبی بود و باش در همون دولت، وقتی که به مشکلات هایی که وابسته به حجتشان دچار میگردند یا به دیگر مشکلات دچار میشن، آنها رو میتوانند که با راه یک آسان با وعده دادن مبلغ های معین یا تامین کردن جای کار یا بهتر کردن شرایط زیست و زندگی آنها رو به همین گروه ها جلب کنند.
بله. تشکر زیاد و درست هم گفتید که مثلا چه نمیدونم حالت ابلا یا چه حالت مهاجران میتواند که خیلی آسان باشد، یک حالت بسیار آسان برای جلب آنها. و درباره نمون مهاجران حرف زدیم که واقعا نمیدونن، شاید سواد حقوقی ندارن، شاید چون که گفتید مثلا نمیدونند طلباتی بود و باشه در آنجا. و امروز بسیار همون خبرهایی را میبینیم که بعضی از مهاجرانی که از تاجیکستان در روسیه هستن، نمیدونم با تحقیر یک نفر یا نمیدونم با گفتن یک نفر شاید اونا میخواهند که حس ملی خود یا نمیدونم حس وطن دوستی خود نشون بدن، ولی نمیدونند با کدام رو نمیدونم با تحقیر یک نفر میتوانند که بعداً چون این خبرها میفهمیم که مثلا یک نفر بازداشت شد از جانب مقامداران روسیه و دیگر چیزا. یعنی چی طلبات بسیار مهم است در استفاده نمیدونم شبکه‌های اینترنتی در صفحه‌های خودشان از جانب مهاجران که اونجا باید رعایت بشود. سراول نوابسته از آن که شخص مهاجر است یا به یگان مقصد دیگه است، همین دروازه تاجیکستان رو که ترک میکند باید در خاطر داشته باشد که چون در بیرون یا از خارج کشور برآمدید تو الکی نماینده یک دولت یک ملت هستید، نوابسته که به کدام کار میروید و هر یک کردار خوبی تو میتواند که ایمیج ملت و دولت را بلند کند و هر یک کردار خوبی تو میتواند که یک پیامدهای ناخوب نه تنها برای خود شخص یا برای اهل عائله و میتواند به کل ملت و دولت و شهروندان یک دولت معین یک عاقبت‌های ناگزیری و منفی را پیش بیارد. یعنی همون حادثه‌های کراکوس سیتی و همین حالت‌های عمل‌های تروریستی خود بازگوی همین سخنان من هستند که ما امروز خود من شخصا وقتی که به این دولت یا اون دولت سفر میکنیم همون پیامدهای منفی هم رو در خودمون حس میکنیم که مثلا در دیگر دولت ها وقتی گزارش از نظارت های سرحدی یا در دیگر دولت ها وقتی که میفهمند تو تاجیک هستی نسبت تو دیگر خیلی مناسبت میکنند، ولی این مناسبت منفی است. و هر یک مهاجر یا هر یک شخصی که به خارجه می رود باید کوشش کند که سراول تمام ترتیبی بود و باش و قانون‌های همان کشور را باید آموزد. و ما امروز هم خوشبختانه همین سالهای پیش اگر دسترسی به اطلاعات کمی مشکل تر بود، امروز همه قریب که دسترسی به اینترنت دارن و تمام همون اطلاعاتی بود و باش و ترتیبی بود و باش و استقامت در همین کشورها کدام حجت ها باشند، باید کدام کردارها ممکن که حقوق ویران کنی معمولی به حساب می رود یا کدام کردارها علاقه جنایت بشن، چون که هر یک دولت با سپیسیفیکای مخصوص خود رو مثال بعضی کردارها هستن ممکن که برای ما جالب باشد، بعضی کردارها از ما جوابگری ندارن، لیکن در یک کشور دیگر میتوانند این کردارهای با جوابگری کشیدن میتواند آورده رساند. برای همین پیش از یک سفر کردن تمام حجت‌های بود و باشی و تمام عرف و عادت، تمام قانونگذاری همین کشوری که اون به اونجا سفر میکنن باید آموخته شود. این یگانه راه آسان است که میتواند که در آینده آنها را از پیامدهای حقوقی امین دارد. بله، تشکر زیاد. واقعا چون بیشتر به حالت مهاجران رو آوردیم، پس مثلا یه مهاجر در اونجا با کی میتواند تکیه بکند به خاطر آنکه حقوقش حفظ بشود و چی نمیدونم شاید مقام ها چی نفران الواحده هستند که حقوق یک مهاجر آنجا حفظ بکنند؟ هر یک طبق قانونگذاری طبق کنستیتوسیون تاجیکستان هر یک شهروندی که در خارج و در بجای قرار نداشته باشد زیر حمایه دولت قرار دارد و برای همین هم دولت در شکل کنسولگری، در شکل سفارت ها در هر یک دولت قریب که در تمام دولت ها نمایندگی خود را دارد. یعنی وظیفه اساسی همین سفارت و کنسولگری یعنی نمایندگی تاجیکستان و رساندن یاری حقوقی و دستگیری کردن همه شهروندان جمهوری تاجیکستان در کدام کشوری که نباشند در همون جامعه باشند. یعنی در همین حالت ها می توانند آنها به همون کنسولگری یا سفارت های جمهوری تاجیکستان برای گرفتن کمک حقوقی یا دیگر کمک هایی که ضرورت داشته باشد اگر امکانیت داشته باشند می توانند که مراجعت کنند. و باز در بسیاری دولت ها هستند سازمان های که مثال از نمایندگان جمهوری تاجیکستان اونجا تشکیل کردگیند و آنها قانونا در همونجا
فعالیت میکنند و میتوانند به همون سازمان ها مراجعه کنند. بهترین تشکر زیاد. دوستان عزیز صحبت ما ادامه دارد با خورشید قربانشاه وابسته به همین گونه حالت مهاجران حرف زده ایستادیم و همچنین از داری به موضوع تروریسم و اکستریمیسم چند لحظه بعدتر ما برمیگردیم و چند لحظه دیگر با شما صحبت خواهیم داشت. ما رو همراه باشید.